سلام دوستان، خوش اومده به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با اسب آبی آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. یک جانور پستاندار گیاهخواره که زادگاهش آفریقایه. تنها دو گونه اسب آبی وجود داره. در یک خانواده زیسته مستقل به نام اسب آبیان قرار گرفتن. بعد از فیل و کرگدن سومین پستاندار بزرگ خشکی جهانه و تنها در غرب آفریقا پیدا میشه. نیمه آبزیه، در برک‌ها و رودخانه‌ها زندگی میکنه. در طول روز با ماندن در آب رودخانه یا در گل و لای خود را خنک نگه می‌داره. دید ظاهری به پستانداری همانند گراژ شباهت داره، اما نزدیکترین خویشاوندانش نهنگ‌ها و حتی گرازهای دریایی. حیوانات دارای بدن درشت و بشکه‌اند، دهان و دندان‌های نیش بزرگ، بدنی بیمو و پای قطور کوتاه و بزرگ هستند. با اینکه سنگین وزن و چاقه، پاهای کوتاهی داره، اما به راحتی میتونه انسان‌ها پیشی بگیره. آنها میتونن با سرعت 30 کیلومتر در ساعت در مدت زمان کوتاهی حتی از یک دونده حرفه‌ای پیشه بگیرن. آنها بسیار تهاجم خطرناکند و به شدت به قلمرو خود حساسند. به همین دلیل هر گونه جانوری به قلمرو آنها نزدیک شه خطر آسیب دیدن جدی بر آنها وجود داره. این حیوانات در طول روز 35 کیلوگرم غذا میخوره. آنها گیاهخوارند. اسب آبی در بیشتر موقع‌ها در شب به دنبال غذای خود میگرده و در طول روز استراحت میکنه تا انرژی لازم را برای یافتن غذا در طول شب به دست بیاره. گاهی اوقات این حیوانات در یک شب حدود 10 تا 12 کیلومتر مسافت را برای یافتن غذا طی میکنند. به طور معمول از علف‌ها، گیاهان و میوه‌ها تغذیه میکنه. صدا شبیه بوق شیر این حیوان به رنگ صورتی. انسان در برخی از کشورها از شیرش استفاده میکنن. بچه‌ها مرسی تا اینجا همراه بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.